این لوکس ترین و پیشرفته ترین سدان BMW سری 7. ولی آیا میدونی چطور به اینجا رسیده؟ بیایید همه نسلاشو با هم ببینیم. 1977 نسل اول E23 اولین سری 7، یه سدان شیک لوکس با اولین ترمز ABS. شماره 2 1986 نسل دوم E32 BMW 12 سیلندر رو وارد بازار کرد و برای اولین بار چراغ‌های زنون هم اضافه شد. شماره 3 1994 نسل سوم E38 اولین سدان اروپایی با ناوبری GPS. یاد فیلم‌های جیمز بوند افتادی؟ شماره 4 2001 نسل چهارم E65 کریس بنگل اومد و همه چی رو تغییر داد. طراحی جنجالی و معرفی سیستم آی درایو برای اولین بار. شماره 5 2008 نسل پنجم BMW ترکیب لوکس و اسپورت رو به سطح بردی برد، یعنی یه مدل هیبریدی هم داشت. شماره 6 2015 نسل ششم G11 فیبر کربن توی بدنه، نمایشگرهای دیجیتال، موتورهای قدرتمند، یک تکنولوژی غول. شماره 7 2022 نسل هفتم G70 BMW سری 7 تمام برقی، چراغ‌های دو بخشی، صفحه نمایش 31 اینچی برای سرنشین‌های عقب و آینده‌ای که همه جاست. کدوم نسل سری 7 تو الان بیشتر از همه دوست داشتی؟ توی کامنت ها بهمون بگو. اگه طرفدار BMW هستی حتما سابسکرایبمون کن.